سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم بریم ماینکرافت. خب حالا بریم سراغ ویدیو. همونطور که دارید میبینید باید بریم چوب بکنیم. از این چوبا نه. خب بچه ها ببینیم پیدا میکنیم از این چوبا. بچه ها الان این درست شد. آره میبینید درست شد. الان میکنیم چوب میکنیم. این یه دونه درخت کافی نیست. ببینید دو تا ازش به دست بودیم بخاطر اون مطمئنم که داریم. بله میتونیم ورش داریم تختم بسید. ما داریم هنوز که همه چیز پیدا نکردیم. ببینید چی بر دستمونه. فقط یه 6 تا چوب که با این هم میشه 7 چوب. چیه چوب؟ بابا چوب به درد نمیخوره. چه از این چوب آوردیم؟ به چوب مثلا یه حیوان رو میکشیم یه چوب. What the fuck؟ یه دونه کرافتینگ تیبل میسازیم با یه دونه استیک. یه دونه تبر، یه دونه پیککس میکنیم. حالا بریم دنبال کشتن. سلام خوبی گاوی. من میخوام باید دوست بشم. تو نمیکشم. بله کشتمش. اینطوری میتونیم غذا به دست میاریم. هر کس نتونست غذا به دست میاره باید حتما این کارو کنه، چون اینطوری میتونیم غذا به دست بیاریم. Psych! That's the wrong number! بابا گوسفنده رو کشتیم موقع میکشتم. الان گمش کردم. گوسفندی اونا یه دونه‌شون اونجاست. باید 3 تا پیدا کنیم برای یه دونه تخت. امروز دیگه تخت رو اوکی میکنیم، بعدش میریم بخوابیم. خب بچه ها من الان این ویدیو رو استاپ میکنم. بعد وقتی 3 تا گوسفند پیدا کردم کشتم. ببین الان یه گوسفند شد. نه بذار با هم بریم. بیا اینم یه گوسفند دیگه. یه دونه گوسفند دیگه فقط میخوایم و تمام دیگه. امشب راحت وقتیش میخوابیم و فردا میریم سراغ چی بریم؟ چی؟ واقعا فکرشو نکردم اما حالا فکرشو میکنم بهتون میگم. فکر کنم خسته بشید این رو دارید میبینید. چی شد؟ یه لحظه ویدیو رو استاپ کنم. تا شما خسته نباشید. بچه دقیقا موقعی که شب بشه یه گوسفند پیدا کردم. وای الان تا زامبی نیاد باید تختمون رو بسازیم. بدو بینم بچه گوسفند بی تربیت. حالا تختمون
ردیف شد که رفتیم تیمه رو میندازیم اینجا تبرمون داره میشکنه بعد دنبال سنگم باشیم. خب الان یه دونه تخت میسازیم و بعد با خیال راحت میگیریم بچه‌ها. نمیدونم چرا نمیتونیم بخوابیم. همین یه نفر اینجاست فکر کنم. آره نمیشناسم کیه اصلا اومده اینجا. اصلا معلوم نیست کدوم احمقی اومده اینجا. چیکار داریم کنی یا اول پس باش غذا بخوریم. بچه باشیم غذا وای داریم میمیریم. خدا رو غذا بخوریم یا اول پس گفتم باختیم. اینجاست که بابا گفتم بخوامیم بابا این میبازیم. همه وسایلامون ریختش به هم و مردیم. همه وسایلامون ریختش به هم و مردیم. بچه ها ببینید کی اینجاست. بچه های نمیدونم کی اسمشون بریم دنبالشون پیداشون کنیم بگیم شما کی هستی چرا اومدید تو این نفس سالم. وای اس وای اس 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 یادم رفت اسمش چی بود واقعا. بعد خاک تو سرت محمد اسمش یا اسم تو یا تو کامنت ها بنویسید خاک تو سرت محمد. واسه چی آخه اونطور کردی بابا. این کی اینجاست؟ کی منو زد زامبی؟ این چی بابا امشب من دورو میکشم احمقه. کردی میتونی آشکال عوضی چیکار میکنی زامبیه کشته آشکال. دارمی چی داریم بابا من بچه جان ببخشید دیگه این رید تو بازی ما. بچه ها دیگه باید بمیریم. من باید بچه ها میفهمید باید چیکار کنیم. بچه ها دیگه نمیتونیم دراغانو بکشیم اما میتونیم یه کار کنیم اینا رو اذیت کنیم. بچه هایی که مؤدب هستن بس دنبال من همراه کنیم. بچه ها الان کاری که میتونیم بکنیم میتونیم چیه باز کنیم و اینا رو میخوایم اذیت کنیم. اذیت به تمام الان برمیداریم. چیکار میکنیم؟ میریم داخل چی بود؟ کجاستون؟ TNT برمیداریم و شقلق TNT دستمون دیگه برمیداریم اینا رو دقت میرسونیم.
یا ابوالفضل چه گندی زدم. اینا هم برداشتن همون کار که من کردم میکردم. بایستا ببینم چه کجاشون. چی میشن؟ میرن آدما از اون عباس، میرن آدما از اون عباس. بچه ها دیگه بنگر از این شب بذار 3 تا تخمر دارم. 3 تا تخت میشه. خب این رو میذارم اینجا. ممکن میگید اینجا نمیکنم. از اون بابا اون یکی هم میاد بخوره. آها نه روز میشه. بچه‌ها این ویدیو شد ویدیوی مسخره آدم. میفهمید الان چی کار میکنی؟ اونه درست میکنی. باشه یکی نوشته باش بیخوام بنویسم باش. بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردید. مرسی که تا اینجا ویدیو من تماشا کردید. خدا نگهدار. سلام داشت خوبیم باشی سلامتیم. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. خب بچه ها ببخشید نتونستم باهاتون خداحافظی کنم. توی ویدیو ماینکرافت که داشتم فیلم میگرفتم یه مشکلی پیش اومد، بر همین نتونستم. خدا نگهدار. میگیرم اینا همه دارن اینا ندارن. اتفاق اومدم یه سیگاری باغ زدم کشیدم میخوام برم. نوکرتم یا علی. Why are you gay?